یه ساندویچ ژامبون متفاوت. توی این ساندویچ چون همه مواد با هم خورد و مزه دار میشن خیلی طعم بهتری داره. حتما این پست رو سیوش کن که تو اولین فرصت درستش کنی. سلام دوست من الهه فودم. ژامبون، خیارشور، گوجه و کاهو رو کاملا با هم خورد و ساتوری کنید. بهتره که دونه های گوجه رو جدا کنید که در نهایت ساندویچتون آب نندازه. هر سسی که دوست دارید به همراه آویشن به مواد ساندویچتون اضافه کنید و مخلوط کنید. نون باگت رو برش بزنید و با موادی که آماده کردید داخل نون رو پر کنید. حتما یه بار به این روش ساندویچتو آماده کن. مطمئنم خیلی بیشتر بهت میچسبه. یادت نره این پست رو لایک کنی و برای دوستات